آی انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. وای 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 داش علی من کش اوناش چش دوست دخترش میمانه خرگوش. وای 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 داش علی من کش بیا چش دوست دخترش میمانه خرگوش. مرد بار میخوام علیا رو بکنم تو گونیسی زمینی با بست زیپی درش محکم ببندم. خدایا خودت علیا رو تک بفرما. علی بوس کنی آره لبات کهیر میاره نمیره حمام دوباره ایجور آبش پاره پاره. علیا همه خسیسن کف مای تابا میلیستن کتاب و جزشم کسیفه کره تو چرکنار رئیسن. علی به صورت ارسی تاسه کره کشار توربو پراسه نوشابش تاتن نمخوره کره فت بکنه با کلاسه. علی میگه چشم سرد داره میگه نگاه ساعتم رک داره انقدر لاغره میمانه آخوندک ولی فکر بکنه سیکس پک داره. کره بابای خودشم شک داره انقدر تنبل زیرش جک داره تو کار خوشانس برعکس قیافش حتی پراید پوتش بک داره. داش یه سوال دارم ناموسن وایس تو باز کن وزارت موز. جان من یه دقیقه وایس تو باز کن وزارت موز. داداش چی باعث شده تو اسم تو بذاری وزارت موز؟ تو رو خدا اونو به من بگو. داش خیلی خوبه. بوی دردسر به مشامم میرسه. به به بچه خوشگل ببینم بچه کجا اینگه شجاعت اومد محله ما به من میگن شفرت خطر. ببین با یخسال خونتون چند کیلویی شفرت خطر من زنگ میزنم بی خطرت کنن. انگار خیلی دلت میخواد جای توپ باشی. بر طبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم را ببر بر سردر خانه بکن بر طبل شادانه بکن. میدونی چرا دخترها و پسرای گیمر همیشه سینگل و تنها هن؟ چون خیلی اسکلن و همیشه تو این وضعیت بچگونه‌شون میمونن و همین باعث میشه سینگل بمونن و این یه واقعیته. نه چون وجود گیم باعث شده با اسکلایی مثل تو نیاز پیدا نکنیم.